حالا بعضیا میخوان نه سیگار نکشن، میخوان قلیون بکشن، بعضی اینا رو جایگزین میکنن. بله. من توصیه میکنم یه قلیونی رو حکمای ما خیلی روش تاکید کردن، گفتن حکما هم خوبه. پس سفره خونه‌ای بودن؟ نه سفره خونه نبود، این قلیون مال خونه است، سفرهش خبری نیست. آها. خدمتتون عرض کنم که شما آدامس نعنا خوردید؟ زیاد. بله. آدامس نعنا که میخوری خنک میشه. یه حالت باز شدن برنش ها و خنکی احساس میکنید. اوکالیپتوس و اینا. توی بحث تنگی نفس اونا که اسپری استفاده میکنن، من نمیگم اونا رو قطع کنن، قطع نکنن، اونا رو استفاده کنن. در کنارش کسایی که تنگی نفس دارن، ریهشون گرفته است، میگه یه قلیونی درست کنن، قلیون خوشگل خوبی بگیرن، داخل محفظه آب قلیون عرق نعنا بریزن. آها. و هر روز چند قطره اسانس نعنا به این اضافه کنن. یعنی 3-4 روز یه بار عرق نعنا رو بخوان عوض کنن، چند قطره اسانس نعنا. میشه مگه میشه کشی؟ خب این الان یه قلیون کوچولو. یکم بزرگتره. خیلی خوبه. نه آقا اینا رو داخل این شمال داخل این عرق نعنا میریزن. داری عرق نعنا؟ بله. این عرق نعناست. بله. عوض شده شرایط. عرق نعنای سرخ هم ندیده بودیم. سرخ نیست. نه سرخ نیست، این شیشه‌شه. بله. سفیده. بله. داخلش عرق نعنا میریزن. بله. 2-3 قطره هم اسانس نعنا موقع استفاده بهش اضافه میکنن. این قلیون رو بدون آتشه، بدون تنباکوه. آتش تنباکو لازم پس یعنی نداره. زغال احتیاج ندارید شما. بی زغال. این قلیون رو وقتی میکشن، یکی این که ریهشون ورزش میکنه، تمرین میکنه. دوم عرق نعنا ضد عفونی میکنه، آرام بخش هم هست. همینجوری خالی باعث میشه که خنک بشه ریه. اون حالت اصلا مثل همون آدامس نعنایی که شما باز شدن برنش ها باز میشه. آرام بخش هم هست. میدونی که اعصاب رو هم آروم میکنه. بعضیا با اون دوده کیف میکنن، ولی کسی که میخواد سالم باشه، یعنی قلیون سالم بکشه، میتونه همین. وقتی شما میکشید تمام اینجاها، الان اینجا هم تمش خنک شد، آروم آتیش نداره، زغال هیچی نداره، یه همون سیستم بدون آتیش. حالا بعضی فکر ما اینو هماهنگ کردیم، ما بدون هماهنگی اینو آوردید شما. این یک هفته است اینا اینجاست. بله. اینجاست. تو یک هفته از مزاراتش شدیم شما. پس یکی از خوبی هایی که داره قلیون عرق نعناه که بدون آتش و تنباکو و باعث میشه برای آسم، برونشیت، برای مشکلات ریه، برای اعصاب رو هم آروم میکنه و برای گوارش، برای غلظت خون. یکی از خاصیت نعنا میدونید که خون رو رقیق میکنه. نعنا رقیق کننده خونه و بسیار مفیده. من توصیه میکنم که استفاده کنن از قلیون عرق نعنا تو جای